بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. اینک ما درس های خود را با اذن الله حق سبحانه و تعالی از کتاب بناء الافعال که در موضوع صرف بحث میکند دوام میدهیم. ما در درس های گذشته در ابتدای این کتاب خواندیم که صاحب کتاب گفت اعلم ان ابواب التصریف 35 بابا، بدان که باب های تصریف از 35 تا باب عبارتند. 6 منها للثلاثی المجرد، از همون 35 باب 6 تا برای ثلاثی مجرد بوده است. باب یکم را گذاشتیم که فعل یفعلو بوده است که هم وزن این نصر ینصرو. امروز الباب الثانی، یعنی باب دویم از 6 باب. باب دویم از 6 باب از چی عبارت بوده است؟ فعل یفعلو، موزونه ضرب يضرب، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، ومثال اللازم نحو جلس زيد. يعني باب دویم از فعل یفعلو عبارت بوده است. فعل عین بینید در فعل ماضی فتحه دارد، در فعل مضارع چی دارد؟ یفعی کسره دارد. موزونه یعنی فعل هایی که اکنون به همین وزن می فرایند، فعل هایی که به همین وزن باب دو راست می آیند، یعنی هم وزن باب دو. ضرب یضربو، ما حق نداریم که ضرب یضربو را ضرب یضربو گوییم، یا که نصر ینصرو را چی گوییم؟ نصر ینصرو گوییم. هر یک فعل به خودش خاص چی دارد؟ باب دارد. نه، ضرب یضربو، ضرب فعل ماضی است و یضربو فعل مضارع است. فعل ماضی زمان گذشته را گویند، مضارع زمان حاضر و آینده را گویند. وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع. اگر شما را پرسیده مانم که علامت باب دویم از چی عبارت است، یعنی که با کدام نشانه ما باب دو را از دیگر باب ها فرق کردن می توانیم، انا همین عباره را می خوانید. و علامته میگید نشانه باب دویم این است که ان يكون عين فعله مفتوحا في الماضي، عین فعلش فتحه دارد در فعل ماضی و همون عین فعل با کسره دارد در فعل مضارع. فعل دیدید عین فتحه دارد در ماضی، یفعلو در مضارع چی دارد؟ کسره دارد. ضرب عین فعل فتحه دارد، یضربو در اینجا عین فعل را شده است. و بناؤه ایضا للتعدیه غالبا، بنای یعنی ساخت باب دو از چی به خاطر چی است؟ میفرماید که نیز برای فعل های مفعول طلب می باشد غالبا، یعنی که در بسیار حالت ها، یعنی بسیار فعل هایی که با یعنی که باب دویم راست می آیند بیشترشون چی؟ فعل های متعدی بوده است، فعل های مفعول طلب بوده است. و قد یکون لازمه، بعضا می شود همین فعل که در همین باب آمده است و چی لازم، لیکن بعضا می باید، دائم نه. مثال المتعدی، مثال برای فعل متعدی که در همین باب آمده است، نحو ضرب زید عمرا، زد کی زید، نه کی زد، زید زد، کی را زید زد است، عمرا در اینجا ضرب فعل میشد و زیدون فاعل است و عمران چی مفعول به. فهمیدیم که این فعل فعل مفعول دار بوده است. ضرب فعل، زیدون فاعل، عمران مفعول به. فعل فعل متعدی بوده است.
ومثال اللازم فعل برای لازم فعلی که محتاج به مفعول به نیست، تپلنینه ندارد، محتاج نیست. مانند جلس زید، جلس یجلسو، جلس یجلسو. دیده جلس یجلسو نمیگیم، جلس یجلسو چونکه باب دویم است، لیکن از فعلی لازم بوده است. جلس فعل و زیدون فاعل. فعل آن کار و حرکت را مینامند که در یگان زمانه روی دادگی است، یا در زمان گذشته، یا که در زمان حاضره، یا که در زمان آینده روی میدهد. فاعل گفته انجام دهنده کار را مینامند که در زبان روسی آن را پدلیجش میگویند. خب صرف این نیز مانند صرف باب یکم می باشد. ضرب ضرب ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربت ضربنا. فعل مضارع يضرب يضربان يضربون، تضرب تضربان يضربن، تضرب تضربان تضربون، تضربين تضربان تضربن، اضرب نضرب. جلسه هم خیلی میشه. جلسه جلسه جلسو، جلست جلستا جلسنا، جلست جلستما جلستم، جلستی جلستما جلستن، جلستو جلسنا، جلستو من نشستم، جلسنا ما نشستیم. یجلسو یجلسان یجلسون، تجلسو تجلسان یجلسنا، تجلسو تجلسان تجلسون، تجلسین تجلسان تجلسنا، اجلسو نجلسو. به همین یعنی باب دو را از کتابی بناء الافعال به آخر رساندیم. و صلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.